چیزی که این کتاب میگه عین چیزاییه که تقریبا همه کتاب‌های جهان میگن. در مورد اینکه انسان‌ها نمیتونن سرنوشت خودشون رو انتخاب کنن و در پایان داستان به این مطلب میرسه که همه مردم بزرگترین دروغ دنیا رو باور دارن. پسر که کاملا متعجب بود پرسید: بزرگترین دروغ دنیا چیه؟ اینه که در مقطع مشخصی از زندگی کنترل اتفاقاتی که برامون رخ میده رو از دست میدیم و زندگی توسط تقدیرمون کنترل میشه. این بزرگترین دروغ دنیاست. پسر گفت: برای من اصلا این اتفاق نیفتاده. اونها میخواستن که من کشیش بشم، اما من تصمیم گرفتم که چوپان بشم. خیلی خوبه. به خاطر اینه که تو واقعا عاشق سفر کردنی. پسر با خودش گفت: اون میدونست چه فکری در سرم بود. پیرمرد در حال ورق زدن کتاب بود. انگار قصد برگردوندن اون کتاب رو نداشت. لباس عجیب پیرمرد توجه پسر رو جلب کرد. شبیه عرب ها بود. البته حضور اعراب در اون مناطق خیلی عادی بود. آفریقا فقط چند ساعت تا تاریفا فاصله داشت. فقط کافی بود که با قایق از تنگه‌ای باریک عبور کنی. عرب‌ها معمولاً در شهرها در حال خرید و خوندن نمازهای عجیبشون که در روز چند بار تکرارش میکنن دیده میشن. پسر پرسید: اهل کجا هستی؟ اهل خیلی جاها. هیچ کس نمیتونه اهل خیلی جاها باشه. من یه چوپانم و در شهرهای زیادی بودم، اما فقط اهل یک شهر هستم. شهری که نزدیک یک قصر قدیمیه. اونجا محل تولدمه. خیلی خوبه. پس میشه گفت من اهل سالیم هستم. پسر نمیدونست سالیم کجاست، ولی از اونجا که میترسید نادون جلوه کنه چیزی نپرسید. مدتی به مردمی که در میدان شهر سرگرم رفت و آمد بودن نگاه کرد. از اونجا که میخواست سر نخی به دست بیاره پرسید: خب سلیم چه شکلیه؟ همونطور که همیشه بوده. با این سوال هیچ چیزی عایدش نشد. فقط میدونست که در اندلس نیست، وگرنه حتما باید قبلش اسمش رو شنیده باشه. پسر پرسید: شغلتو در سالیم چیه؟ شغلم در سالیم چیه؟ خب من پادشاه سالیم هستم. پسر با خودش گفت: مردم عجب حرفای عجیبی میزنن، اما بهتر که با گوسفندان باشم که اصلا حرف نمیزنن. تنها بودن با کتابهای خودم هم خوبه. کتابها هم داستانهایی رو تعریف میکنن، اما هر زمانی که تو میخوای میتونی بشنوی. اما وقتی با مردم صحبت میکنی حرفاشون اونقدر عجیبه که نمیدونی چجوری بحث رو ادامه بدی. اسم من ملک صدقه. تو چند تا گوسفند داری؟ به اندازه کافی. معلوم بود که پیرمرد مشتاق در مورد زندگی اون بیشتر بدونه. خب پس ما به یک مشکل میخوریم. اگر از تعداد گوسفندات راضی هستی من نمیتونم به تو کمک کنم. پسر عصبانی شد. مگه من از اون کمک خواستم؟ این خودش بود که سر و صحبت رو باز کرد و از من نوشیدنی خواست. کتابمو پس بده. باید برم گوسفندامو جمع کنم و راهمو ادامه بدم. 1/10 گوسفندات رو به من بده و بعد من به تو میگم که چجوری اون گنج مخفی رو پیدا میکنی. پسر به یاد خوابش افتاد و ناگهان همه چیز براش روشن شد. پیرزن کولی پولی از اون نگرفت، اما این پیرمرد که احتمالاً شوهر اونه میخواد در قبال چیزی که حتی وجود نداره پول بیشتری به دست بیاره. حتما این پیرمرد هم کولیه. اما قبل از اینکه پسر چیزی بگه پیرمرد خم شد. تکه چوبی برداشت و شروع به نوشتن روی ماسه ها کرد. شیء بسیار درخشنده‌ای از سینه پیرمرد چشماش رو برای لحظه‌ای کور کرد.
پیرمرد با چابکی بی‌نظیری که از سن اون بعید بود با شنلش اون رو پوشوند. حالا که چشمش به حالت عادی بازگشت تونست نوشته های روی ماسه ها رو بخونه. اونجا روی ماسه های میدان آن شهر کوچک اسم پدر و مادرش، اسم مدرسه علوم دینی که در اونجا درس خونده بود، حتی اسم دختر بازرگان رو که تا حالا نمیدونست نوشته شده بود. چیزهایی رو خوند که تا حالا به هیچ کسی نگفته بود. پیرمرد گفته بود: من پادشاه سالیم هستم. پسر با ترس و خجالت پرسید: تو که پادشاه هستی چرا میخوای با یک چوپان هم صحبت بشی؟ به چند دلیل، اما مهمترین این دلایل اینه که تو موفق شدی افسانه شخصیت رو کشف کنی. پسر نمیدونست افسانه شخصی چیه. افسانه شخصی همون چیزیه که همیشه میخواستی انجام بدی. هر شخصی در جوانی میدونه افسانه شخصیش چیه. در اون مقطع از زندگیش همه چیز واضح و امکان پذیره. اونها از داشتن رویا و اشتیاق برای خواسته ها و آرزوهاشون ترس و واهمه‌ای ندارن. اما به مرور زمان قدرت مرموزی اونها رو متقاعد میکنه که تقدیرشون رو بپذیرن. هیچ کدوم از این حرفها برای پسر مفهومی نداشت. فقط میخواست بدونه اون قدرت مرموز چیه. مسلماً وقتی این حرفها رو برای دختر بازرگان بزنه اون این سوال رو خواهد پرسید: این قدرت روح و خواسته تو رو آماده میکنه، چون فقط یک واقعیت در این سیاره وجود داره. مهم نیست تو چه کسی هستی و چه کاری انجام میدی. به محض اینکه تو چیزی رو از صمیم قلبت بخوای، دلیلش اینه که این خواسته و این هدف در روح کائنات تشکیل شده و رسیدن به اون مأموریت تو در زمینه. حتی اگر تنها خواسته تو مسافرت کردن باشه یا اینکه بخوای با دختر یک بازرگان پارچه ازدواج کنی. بله، حتی یافتن یک گنج هم میتونه یک مأموریت باشه. روح کائنات با شادی مردم تغذیه میشه و همچنین با ناراحتی و حسودی. تنها مأموریت هر فرد یافتن افسانه شخصی اونه. همه چیز یک چیزه و وقتی تو خواسته ای داری تمام کائنات دست به دست هم میدن تا تو رو به خواستت برسونن. برای مدتی هر دو ساکت شدن و به میدان و مردم شهر نگاه کردند. پیرمرد سکوت رو شکست. تو چرا یک گله گوسفند داری؟ به خاطر اینکه سفر کردن رو دوست دارم. پیرمرد به نونوایی که داخل مغازه‌اش در گوشه میدان ایستاده بود اشاره کرد. اون مرد هم از بچگی دوست داشت سفر کنه. اما تصمیم گرفت که کارش رو با نونوایی شروع کنه و خرج سفر رو از پسندازش بده. الانم که پیر شده قراره که 1 ماه به آفریقا بره. اون هیچ وقت نفهمید که همه مردم این قدرت رو دارن که در هر لحظه از زندگیشون به آرزوهاشون برسن. اون باید یک چوپان میشد. خب اون هم به این موضوع فکر کرد، اما جایگاه اجتماعی نونواها از چوپانها بالاتره. نونواها خونه دارن اما چوپانها بی خانمانن. والدین ترجیح میدن فرزندشون با یک نونوا ازدواج کنه تا یک چوپان. قلب پسر به درد اومد. یاد دختر بازرگان افتاد. اون شهر هم حتما نونوا داشت. پیرمرد ادامه داد: با گذشت زمان مردم اونقدر به تفاوت‌های بین یک چوپان و یک نونوا فکر میکنن که دیگه افسانه شخصی خودشون رو فراموش میکنن. پیرمرد کتاب رو ورق زد و شروع به خوندن صفحه‌ای که باز شده بود کرد.
پسر صبر کرد و سپس به تلافی رفتاری که پیرمرد با اون داشت بی مقدمه پرسید: چرا این چیزا رو به من میگی؟ به خاطر اینکه تو قصد داری افسانه شخصیت رو درک کنی و در نقطه‌ای هستی که نزدیکی از رفتن به دنبال اون دست بکشی. و تو همیشه در این لحظه ظاهر میشی؟ نه همیشه به این صورت، اما معمولا از شکلی به شکل دیگه تغییر میکنن. بعضی وقتها به شکل یک راه حل یا یک ایده خوب ظاهر میشن. بعضی مواقع از شرایط بحرانی به بهبود شرایط کمک میکنن. کارهای دیگه هم انجام میدن، اما اکثر مواقع مردم نمیفهمن که این کار من بوده. پیرمرد تعریف کرد که هفته گذشته مجبور شده بود که در حضور یک معدنکاو به صورت یک سنگ ظاهر بشه. معدنکاو همه چیزش رو صرف یافتن زمرد سبز کرده بود. اون برای 5 سال متوالی بر رودخانه‌ای کار کرده بود و صدها هزار سنگ رو به امید یافتن زمرد سبز بررسی کرده بود. نزدیک بود معدنکاو این کار رو رها کنه. دقیقاً در اون لحظه اگر اون فقط یک سنگ دیگر رو امتحان میکرد موفق به یافتن اون زمرد سبز میشد. از اونجا که معدنکاو تمام هستیش رو فدای هدف شخصیش کرده بود، پیرمرد تصمیم گرفت مداخله کنه. اون خودش رو به شکل سنگی در آورد که به پای معدنکاو برخورد کرد. معدنکاو با اون همه خشم و ناامیدی به خاطر 5 سال عمرش که بی ثمر مونده بود تکه سنگ رو برداشت و به گوشه انداخت. اما اونقدر سنگ رو محکم پرتاب کرد که به سنگ دیگه‌ای برخورد کرد. در اثر برخوردش اون رو شکست و اونجا در دل سنگ شکسته زیباترین زمرد جهان جای داشت. پیرمرد با لحن تندی گفت: افراد اوایل زندگیشون دلیل بودنشون یا همون افسانه شخصیشون رو میدونن. حتما به همین دلیله که خیلی زود از رسیدن به اون منصرف میشن. به هر حال همیشه همینطور بوده. پسر به پیرمرد یادآوری کرد که چیزهایی در مورد گنج مخفی گفته. گنج توسط جریان آب نمایان میشه و توسط همون جریان هم دفن میشه. اگر میخوای در مورد گنج خودت بدونی باید 1/10 گوسفندانت رو به من بدی. نظرت در مورد 1/10 گنج چیه؟ پیرمرد با ناامیدی نگاه کرد. اگر شروع کار با قبول چیزی باشه که در دست تو نیست، هیچ انگیزه‌ای برای تلاش در جهت رسیدن به اون نخواهی داشت. پسر توضیح داد که در حال حاضر به یک کولی قول داده که 1/10 گنج رو به اون بده. کولی ها در وادار کردن مردم به انجام این کار خبره. به هر حال خوبه که تو یاد گرفتی که هر چیزی در زندگی بهایی داره. این چیزیه که جنگجویان نور میخوان یاد بدن. پیرمرد کتاب رو پس داد. فردا همین موقع 1/10 گوسفندات رو برام بیار و بعد من به تو میگم که چجوری گنج مخفی رو پیدا کنی. حسرت بخیر. پیرمرد این رو گفت و در گوشه ای از میدان ناپدید شد. پسر دوباره شروع به خوندن کتاب کرد، اما این بار اصلاً نمیتونست ذهنش رو متمرکز کنه. عصبی و ناامید شده بود چون میدونست حق با پیرمرده. به نونوایی رفت و یک قرص نان خرید. شک داشت که در مورد چیزی که میدونه به نونوا چیزی بگه یا نه. فکر کرد بهتر گاهی اوقات شرایط موجود رو به حال خودش بذاره. به همین دلیل چیزی نگفت. اگر حرفی میزد، نونوای پیر 3 روز تمام به این فکر میکرد که بهتر همه چیز رو رها کنه و این در حالی بود که اون به شرایط فعلیش عادت کرده بود. مسلماً پسر جوان باعث تداوم اون حس و عصبانیت نونوا میشد. پس شروع به پرسه زدن اطراف شهر کرد تا اینکه خودش رو کنار دروازه ها دید.
ساختمان کوچیکی در اونجا قرار داشت که مردم از پنجره اون بلیت سفر به آفریقا می‌خریدن. اون میدونست که مصر در آفریقا قرار داره. مردی که پشت پیش خون بود پرسید: آیا میتونم کمکتون کنم؟ پسر در حالی که از اونجا دور میشد گفت: شاید فردا. فقط کافی بود یکی از گوسفندانش رو بفروشه تا هزینه سفر به سواحل اون طرف تنگه رو فراهم کنه. این فکر اونو میترسوند. فروشنده بلیت در حالی که به پسر نگاه میکرد به همکارش گفت: این هم یکی از اون خیال بافاست که نمیتونه پول این سفر رو فراهم کنه. وقتی پشت پنجره فروش بلیط ایستاده بود به یاد گوسفندانش افتاد و تصمیم گرفت که زندگیش رو به عنوان چوپان ادامه بده. در طی این سالها اون همه چیز رو در مورد چوپان بودن آموخته بود و میدونست که چگونه پشم گوسفندان رو بزنه، چگونه از میشهای باردار نگهداری کنه و چگونه گوسفندان رو از دست گرگ‌ها نجات بده. تمام دشت‌ها و مراتع اندلس رو عین کف دستش میشناخت و حتی قیمت عادلانه هر یک از گوسفندان رو میدونست. تصمیم گرفت دورترین مسیر رو تا طویله دوستش طی کنه. وقتی از قصر میگذشت از بازگشت منصرف شد و از جاده شیبدار سنگی بالا رفت تا به بالای دیوار برسه. از اونجا میتونست آفریقا رو که در فاصله دورتری قرار داشت ببینه. کسی به اون گفته بود که اهالی مور برای اشغال اسپانیا از سمت اون دیوار اومدن. از جایی که نشسته بود تمام شهر رو میدید. حتی میدون شهر رو. همون جایی که با پیرمرد صحبت کرده بود. لعنت بر اون لحظه که اون پیرمرد رو دیدم. فقط برای دیدن زن کولی و تعبیر خوابم به این شهر اومده بودم تا خوابم رو تعبیر کنه. اما نه زن کولی و نه پیرمرد به این موضوع توجه نداشتن که اون یک چوپانه. اونها افراد تنها و منزوی بودن که به هیچ چیز اعتقاد نداشتن و نمیفهمیدن که چوپانها به گوسفندانشون وابستن. اون به تمام گوسفندانش واقف بود. میدونست کدومشون میلنگه، کدوم یکی تا 2 ماه دیگه بره به دنیا میاره، کدومشون تنبل ترینه. میدونست چطور پشمشون رو بزنه و چطور سلاخیشون کنه. اگر هم اون تصمیم به ترکشون بگیره، اونها آزرده میشن. باد شروع به وزیدن کرد. این باد رو میشناخت. مردم نامش رو باد شرقی گذاشته بودن. چون مورها با این باد از شرقی ترین منطقه مدیترانه به اینجا اومده بودن. شدت باد شرقی زیاد شد. من باید بین گله و گنج یکی رو انتخاب کنم. باید بین چیزی که به اون خو گرفته بود و چیزی که دلش میخواست داشته باشه یکی رو انتخاب میکرد. البته در این بین دختر بازرگان هم فکرش رو مشغول کرده بود. ولی دختر بازرگان به اندازه گوسفندان اهمیت نداشت. چون اون به چوپان وابستگی نداشت. شاید حتی چوپان رو به خاطر هم نمی آورد. مطمئن بود برای اون دختر هیچ فرقی نمی کرد که چوپان کی از راه برسه. چون برای اون هر روز عین روزهای گذشته بود و وقتی هر روز عین سایر روزها باشه یعنی مردم نمیتونن جنبه‌های خوب اتفاقاتی رو که در طول روزهای زندگیشون رخ میده شناسایی کنن. من پدرم، مادرم و قصر شهرمون رو پشت سر گذاشتم. اونها تا حالا به نبودن من عادت کردن. من هم به دور بودن اونها عادت کردم. گوسفندان هم به نبودن من عادت میکنن. از جایی که نشسته بود میدون رو میدید. مردم در حال رفت و آمد به مغازه نونوایی بودن. یک زوج جوان روی همون نیمکتی که اون با پیرمرد روی اون نشسته بود صحبت میکردند و همدیگر رو میبوسیدن. با خودش گفت اون نونوا. اما دیگه به این فکر ادامه نداد. باد مشرق هر لحظه قوی تر میشد. قدرت باد رو روی صورتش حس میکرد. این باد اهالی مور رو به اینجا آورده بود. درسته. اما بوی صحرا و زنان نقابدار رو هم آورده بود.
این باد مشقت و رویای مردانی رو که یک بار اینجا رو به قصد ناشناخته ها، به قصد طلا و ماجراجویی و همچنین اهرام ترک کرده بودند با خودش می آورد. پسر به آزادی و رهایی باد حسودی شد. اون هم میتونست همینقدر آزاد و رها باشه. هیچ چیز و هیچ کس به جز خودش نمیتونست مانع اون بشه. گوسفندان، دختر بازرگان و دشت‌های اندلس همه پله‌هایی از مسیر اون به سمت افسانه شخصیش بودن. عصر روز بعد پسر با پیرمرد ملاقات کرد. 6 تا از گوسفندانش رو هم با خودش آورده بود. پسر گفت: من واقعا متعجبم. دوستم بقیه گوسفندان رو یک جا از من خرید و گفتش که همیشه دلش میخواست که چوپان باشه و این رو به فال نیک و به عنوان یک نشونه میگیره. پیرمرد گفت: همیشه همینطور بوده. این قانون یاریگری نامیده میشه. اولین باری که ورق بازی میکنی تقریبا مطمئنی که برنده میشی. شانس مبتدیان چرا اینجوریه؟ چون قدرتی هست که میخواد تو افسانه شخصیت رو پیدا کنی. این قدرت اشتیاق تو رو با چشوندن طعم قدرت تحریک میکنه. سپس پیرمرد شروع به بررسی گوسفندان کرد و متوجه شد که یکی از اونها میلنگه. پسر توضیح داد که این گوسفند از باهوشترین گوسفندانه و بیشترین پشم رو میده. پس لنگیدنش مهم نیست. گنج کجاست؟ در مصر، نزدیک اهرام. پسر جا خورد. پیرزن هم همین رو گفته بود، اما بابت اون پولی نگرفته بود. برای پیدا کردن گنج باید نشونه ها رو دنبال کنی. خداوند برای هر کسی مسیری رو معین کرده تا طی کنه. تو فقط باید نشونه هایی رو که سر راهت گذاشتن ببینی. قبل از اینکه پسر پاسخی بده، پروانه‌ای ظاهر شد و بین اون و پیرمرد پرواز کرد. به یاد حرفی که پدر بزرگش به اون گفته بود افتاد که پروانه ها نشانه خوشیومنی هستند، مثل جیرجیرک ها، مثل انتظار، مثل مارمولک و همچنین شب در 4 پر. پیرمرد افکار پسر رو خوند. دقیقاً همینطوره. همونطور که پدر بزرگت گفته، پروانه ها نشونه های خوشیومنی هستن. پیرمرد شنلش رو کنار زد و پسر از اون چه میدید خشکش زد. پیرمرد سینه آویزی از طلای سنگین داشت که با سنگ‌ها و جواهرات گرانبهایی تزیین شده بود. پسر به یاد نور خیره کننده‌ای که دیده بود افتاد. اون واقعا شاه و با لباس مبدل اومده تا از حمله سارقان جلوگیری کنه. پیرمرد 2 قطعه سنگ، یکی سیاه و دیگری سفید رو از مرکز گردنبندش به پسر داد و گفت: اینها رو بگیر و همراه خودت داشته باش. اسم این سنگ ها اوریم و تومیمه. سنگ سیاه به معنای آری و سنگ سفید به معنای نه. هر زمانی که نتونستی مفهوم نشانه ها رو پیدا کنی، از این 2 سنگ کمک بگیر. اما همیشه یک سوال هدفمند بپرس. اما در صورت امکان سعی کن که خودت تصمیم بگیری. گنج نزدیک اهرامه. این رو خودت هم میدونستی، اما من مجبور بودم بهای اون، یعنی اون 6 گوسفند رو از تو بگیرم تا تو رو وادار کنم که تصمیمت رو بگیری. پسر سنگ ها رو در کیفش گذاشت. از این به بعد اون خودش تصمیم می گرفت. فراموش نکن، هر کاری که تو انجام بدی فقط یک چیزه و نه هیچ چیز دیگه ای. زبان نشانه ها رو هم همیشه به یاد داشته باش. بالاتر از همه اینها یادت نره که افسانه شخصیت رو ادامه بدی و تا به فرجام نرسوندی دست نکشی.
اما قبل از رفتن میخوام داستان کوتاهی رو برات تعریف کنم. یک مغازه‌دار از پسرش خواست که بره و راز شاد بودن رو از داناترین مرد دنیا یاد بگیره. پسرک جوون 40 روز در بیابون پرسه زد تا اینکه سرانجام به قصر زیبایی که در بالای کوهی بنا شده بود رسید. اونجا محل زندگی مرد دانا بود. وقتی وارد اتاق اصلی قصر شد، به جای ملاقات با یک مرد روحانی، مکان شلوغ و پرترددی را دید که تجار در اون رفت و آمد می‌کردند. مردم در گوش و کنار در حال صحبت بودن و یک گروه ارکستر کوچیک هم در حال نواختن آهنگ ملایمی بود. در اون اتاق یک میز غذاخوری بود که روش ظرف‌هایی پر از خوشمزه ترین غذاهای دنیا که در اون منطقه یافت میشد وجود داشت. مرد دانا با تک تک افراد صحبت میکرد و پسرک جوون مجبور شد 2 ساعت منتظر بمونه تا نوبت به صحبت اون با مرد دانا برسه. مرد دانا با دقت به داستان پسرک و دلیل اومدنش به اونجا گوش کرد. بعد گفت: من به اندازه کافی وقت ندارم تا در مورد راز شاد بودن با تو صحبت کنم. به تو توصیه میکنم مدت 2 ساعت اطراف قصر گردش کنی و از تو میخوام در این حین کاری برای من انجام بدی. پس یک قاشق چای خوری که داخلش 2 قطره روغن بود به پسر داد و گفت: در حین گردشت در این حوالی این قاشق رو هم با خودت ببر، اما مراقب باش که روغن درونش به زمین نریزه. پسر از راه پله‌های قصر بالا و پایین رفت و چشم از قاشق بر نداشت. پس از 2 ساعت به محل ملاقاتش با مرد دانا بازگشت. مرد دانا از اون پرسید: آیا تابلو فرش‌های ایرانی رو که به دیوار اتاق غذاخوری آویخته بود دیدی؟ آیا اون باغی رو که بزرگترین باغبان‌ها 10 سال برای ساختنش صرف کردن دیدی؟ آیا اون پوست آهوی زیبا رو در کتاب خونم دیدی؟ پسر با خجالت و شرمندگی اعتراف کرد که چیزی ندیده و تمام حواسش به این بود که مراقب باشه روغنی که مرد دانا به اون سپرده نریزه. مرد دانا گفت: پس برو و شگفتی ها و زیبایی های دنیای منو ببین. اگر خونه ی کسی رو نبینی که نمیتونی به اون اعتماد کنی.